گفتن یکی از آقایان اهل منبر اسمش یادم رفت، در مجلس میرزای بزرگ میرزای شیرازی قدس الله نفسه الزکیه یک عبارتی خونده بود، فوراً میرزا دست برده بود عمامه را از سرش زمین زده بود. اون روتخان عاشق حسن علی تهرانی بود، مرحوم میرزا فرموده بود عاشق حسن علی دیگه بس دیگه بس بگذار ما همین کلمه رو ادا بکنیم دیگه نخون. اون کلمه چه بود که میرزا عمامه زد به زمین؟ اون کلمه این بود، گفت دخلت زینب علی النسیان. همیشه یادمه وقتی روزه حضرت زینب سلام الله علیها رو می‌خوندم، از دست الله سیبوی اقامش رو زمین میزد. اگه آقای سیبوی رو بخواید در یک جمله خلاصه کنی، عشق مفرط به حضرت سید الشهدا با اخلاص و بالاترین سمت افتخاره ایشون نوکری و ذاکری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، که اون بزرگ فرموده بود که از دنیا رفته بود، گفتن چه خبر؟ فرموده بود که در عالم برزخ سلطان عالم برزخ حضرت سید الشهدا است. اون روزی که اهل بیت رو بردن دارالاماره، سر مطهرم تو مجلس بود، در این اثنا دیدن پسر ابلسیات گریه کنان بلند شد رفت. آمدن دنبالش، کجا میری؟ چرا گریه کردی؟ گفت اونی که من دیدم شما ندیدید. من یک منظره دلخراش دیدم، نتونستم طاقت بیارم. نشسته بودم، دیدم سر مطهر یک نگاهی به بی ها کردن. یک نگاهی به خواهراشون کردن، به عمهاشون کردن. بعد دیدم چند خطر خون از چشمای امام حسین. یعنی خواهرم تو کجا؟ اینجا کجا؟ حرف آخر این که حضرت آیت الله سیبوی مظهر تام عشق به ابی عبدالله بود و عشق به ابی عبدالله سلام الله علیه عشق به خدا بود. در مشام میرسد هر لحظه بوی کربلا، در دلم ترسم به ما نید آرزوی کربلا، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا، از حرم تا قتل گر زینب صدا. دیگه باقیش نمی‌کنم.